چیزیه. یا ابوالفضل دیدی؟ بچه ها دارین خودتون میبینین. هی دستگاه نگاه کنید. دستگاه میبینی سید جان؟ سید بله اصلا جانم به سید. امام حسین سید بدونم یخ زده. نمیدونم چرا یه جوری شدم شبی. یه اجنه از مخلوقات خداوند در این مکان. باش یا علی یا علی یا خدا یا خدا یا الله یا الله یا الله یه داخل این میگیره اصلا کلا نت تو پایین بابا اینجا چه خبر محسن؟ بوش بوش بود بالا سعید سید نظرت چیه؟ میخوام اینجا ارتباط بگیری. نمیدونم سید محسن اینترنت کلا قطع بود مودم بل بالا اصلا. سید چی میگی؟ سید خشخش میکنه. میگی چی؟ وای دار صدا میاد. یا زهرا یا امام حسین. کلا صدا قطع شده. گذاشتش بالا. برو گوشی برای بیرون. صدا هست. الان صدای منو داری؟ از کجا؟ ها سید صدات الان وصل شد. ای مخلوق خوب خدا که در این مکانی، آیا به کمک ما نیاز داری؟ اگر به کمک نیاز داری اشاره واضح بده. چند بار اشاره بده؟ این بار سوم. دیدی؟ خب این کمک نیاز داره. دیدی؟ این خواسته ای داره. این دستگاه تو فعال بکن، باش ارتباط بگیر. ای اهل این مکان، این آتش در اختیار شماست و از شما درخواست میکنیم این آتش رو شعله ورش کنید. این آتش رو شعله ورترش کنید به اذن یگانه، به اذن الله. ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله. شعله ورش کن، شعله ورترش کن ای مخلوق خوب خدا. ای مخلوق مهربان، شعله ورش کن، آتش رو شعله ورترش کن. ماشاءالله. این بخورات هدیه به پادشاه و شیخ این مکان و مخلوقات این مکانه. صداها خیلی زیاد شدن چون شاید داریم به ساعت حساس نزدیک میشیم. شاید ها؟ آره چون نت
صیت منم خیلی شدید میگیرن اینجا، نمیذارن صفحه من باز باشه، صفحه تار میشه، قفل میشه، صدا بسته میشه برای من. وای دیدی سید یه سنگ کوچیک از بالا انداخت پایین. محسن برو بشین تو ماشین. دقیقاً کنار دوربین من ایستاده. ازت میخوام بری کنار سعید بیستی. سعید میخواد با تو ارتباط برقرار کنه. برو کنار سعید بیست. سید صدا رو میشنوی؟ مثل صدای موش و کوره. آره. احذروا باذن الله. سید تو اتاقه. به خدا تو اتاقه. میدونم. سعید منتظر یه اشاره باش. سعید ازت میخوام دستگاه تو روشن بکنی و شروع کنی باش ارتباط برقرار. وای سید به خدا سنگ زد. به اذن خدایی که من تو رو خلق کرد. خب اشاره شد داد بهت دیگه، تمام شد. منو زندانی کردن. گفتم کمک میخواد. کی تو رو زندانی کرده؟ به من فوش بدید. زندگیمو دخترمو ازش بپرس که طلسم زدن. طلسم کجاست؟ جای طلسم کجاست؟ دخترمو ازم گرفتن. بگو ما کمکت میکنیم. بگو جای طلسم کجاست؟ کی زندگی تو ازت گرفت؟ کی از ما برمیاد برات انجام دنبال نگرد میمیری. ستاره 5 پر. جیغ میزنه. شاید منظورش پشت بامه. یا ابوالفضل سعید باید گلابو می آوردی. یا ابوالفضل برو گلابو بیار. دستگارم خاموش برو. کن. دستگاه رو خاموش کن. برو گلابو بیار. بذار من اینجا با اونی که پشت دیواره ارتباط بگیرم. بیا برو. برم گلاب بیارم خود من بیام. بله خودت هم بیا. وای سید گوشی دار خاموش میشه. وای یا علی سید به قرآن از این در اومد یه صدا سنگی اومد بیرون. نشون بده صرف گوشیت نشون بده. سعید پشت به در نکن. یهو دیدی نگاه کن سید 14%. با همه گوشی ها 14%. همه انرژی ها گرفته. وای سید احساس کردم یه کله دیدم. همینجا تو همین اتاقه، تو اون سیاهی سمت راسته. نگاه صدا رو بشنو. موسم یه دورش بزنیم جمع کنیم. بوش دستگاه رو نگاه. یا علی بوش یا ابوالفضل وای بلند شو موسم هی
بأن ربك أوحى لها بلند شو مشتاقا وای 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وای أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث کمک ما أخبارها بگیرین بأن ربك أوحى تحدث أخبارها برتو بأن این بر ربك أوحى زي. لها كده. يومئذ يصدر بابا وای أشتاقا 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 اینا بگیر اینا بگیر. يلا سريع خارج شد وای صدا نره بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو بودو بودو برو برو بلش کن بیا بالا برو محسن بلش کن برو 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 بلش کن نمیدونم چی نگفتش بابا تاختی شما قوه برداشت هو العلي العظيم هو العلي العظيم هو العلي العظيم بابا هو العلي العظيم بودو بودو صدق الله العلي العظيم یا ابوالفضل باس بس باس ابوالفضل یا ابوالفضل فکر کنم لاستیک تر کندیم یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا کو نگاه کن یا ابوالفضل کو بلنش لاستیک شو بما وای وای لاستیک تر کنده محسن لاستیک تر کندیم یا ابوالفضل